قصه جریج. جریج کی بود برادران عزیز؟ این در روایت های صحیح آمده است. جریج یک مرد صالح بود، یک مرد عابد بود. این از زمان پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. این قصه پیش از پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این قصه کردن برای صحابی ها و برای من و شما هم اینچنین. جریج در قدم اول میگه تجارت کرد، یعنی بیزنس کرد. کمتر دید که بیزنسش هیچ پیش نمیره و گفت که میرم با الله تجارت میکنم. ترک همه کار دنیا کرد و رفت در یک بلندی یک خانچه از لای از گل ساخت، یک صومعه، و در همونجا دائم الله عبادت میکرد. شب نماز، روز روزه، روزم نماز و عبادت مشغول بود. دیگه هیچ کاری دنیا نه، کارش تنها عبادت. و همین جریج یک مرد صالح، یک مرد عابد، یک ولی الله، یک مادر داشته است. یک مادرش، خب مادر دیگه هم یک فرزند داره. یکم کارش که بغلطه پیش هم بچهش میآید و درش میزنه، در میزنه که جریج در نماز ایستادگی، نماز خونده است. از اون طرف صدا میکنه، میگه جریج بچم، جریج. این جواب نمیگه و نمازش میخونه و در فکرش میاد که امی و صلاتی. میگه آیا پیش مادرم نماز ما قطع کنم، پیش مادرم برم یا اینکه نماز ما دوام بدم؟ میگه نماز ما میخونم. نماز نافله، نفل. و مادرش که صدا میکنه که جواب نمیگرده، میره. روز دیگر، یعنی روز دوم، در آفتاب گرمی مادر میآید، با در میزنه، جریج بچم در کشو. ای با نماز با میگه که امی و صلاتی. آیا پیش مادرم برم نماز قطع کنم، پیش مادرم برم، یا اینکه نماز ما بخونم؟ نمازش خواندن میگیره، مادرش جواب نمیگه. روزی سوم مادر با میآید در آفتاب گرمی، پیشانیش قپیده، میآید و با در میزنه در میزنه. میگه جریج بچم مادرت هستم، در کشو. این در نمازه. با همین فکر میگه که امی و صلاتی، پیش مادرم برم نماز قطع کنم یا اینکه نماز ما بخونم؟ نمازش میخونه، نماز قطع نمیکنه. بعد مادر دیگه زن از ضعیف است، بعد دعای بعدش میکنه، میگه جریج میگه که الله ترا میگه، یعنی ترا از بین نبره، یعنی وفات نکنی تا اینکه روی زنهای تهمتگر و فاحشه ها را نبینی. یعنی به این معناست که الله ترا به تهمت زنا گرفتارت کنه. او دعای مادر رفت. و جریج میگه در همون مجتمع، در همون منطقه، یک آدم معروف، عابد، شیخ صالح، مردم بسیار تعریف و توصیفش میکردن و بسیار تعریفش میکنن. یک زن فاحشه میگه که شما این قدر همین جریج تعریف میکنین، ببینید که من همین جریج در فتنه گرفتار میکنم. میره و خودش یک زینت میتوه، میاد پیشی جریج و میاد جریج میگه که من خود برات آماده کردم، بیا. که جریج هیچ اهمیتش نمیده، مرد صالح، اهل تقوا. شیطان دیگه، او شیطان در مقابل انسانهای ضعیف قوت داره، در مقابل بنده های صالح این کید شیطان کان ضعیفه. کید شیطان، مکر شیطان شکسته است، در اوجا گپ شیطان نمیگذره. همچنانه که حضرت عمر هر راهی که میرفت شیطان یه راه دیگه قطعی میرفت. همین خلاص حالتای، یعنی کید شیطان در مقابل و مکر شیطان در مقابل انسانهای ضعیف میتونه غالب شوه، پیروز شوه، ولی در مقابل بنده های صالح هیچی نیست. الا عبادك منهم المخلصين لاغوینهم اجمعین، قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین الا عبادك منهم المخلصين. خود شیطان در اول قسم یاد کرد و گفت من بنده های تو را گمراه میکنم یا الله، مگر بندگان صالح تو را من گمراه کردن نمیتونم، مگر بنده های مخلصی تو را. و این چنین این زن هم تشویق میکنه، ترغیب میکنه تا اینکه جریج گمراه کنه. که جریج هیچ اهمیت نمیده، میره از پس نماز خودش. این زن میره و با یک چوپان، با یک گوسفندبان زنا میکنه، کودکدار میشوه، کودک به دنیا میاره. وقتی که کودک تولد میشوه، کودک میگیره و در بین مردم آوازه میکنه
که ای مردم اینمی کودکی جریج است، با من زنا کرد، من کودک دار شدم، باردار شدم، اینا کودک به دنیا آمد، همین بچه جریج است. اما جریجی که شما تعریفش میدونید مردم همه جمع میشوند و مردم عامی عادتا همه خیلی هستند. اگر 100 کاری خوبم که بکنی، هم یک کاری کمبودی کمتره که بیاوند در او بالا در خطی سرخ میکشند. خطی سرخ همه خدمت ها را، صالح بودن ایترا، مصلح بودن ایترا، خدمت ها ایترا فراموش میکنن، تمام دیگه بالا خط میکشند. همه کسا جمع میشوند میآیند و همون صومعش خراب میکنن، همون جای عبادتگاهش میگیرن خراب میکنن، ویرانش میکنن، خشم میکشن میبرن، میگن بیا اینجا سنگسارت میکنیم. مطرح شیخ میگفتیم، مطرح بنده صالح خدا الله میگفتیم تو زنا کردی، کودکی زن حامله شده است، حرامی، ولد زنا. جریج میگه کمک صبر کنین، شما بستین، اجازه بتین. همون زن دعوت میکنه، میگه همین کودک ما است. میگه بله تو با ما زنا کردی، همین کودکی تو است. جریج بنده صالح بود، یقین داشت به الله. میرود طهارت میکنه، میاد رکعت نماز میخونه و بالای همون کودک میزنه دستش و میگه که ای بچه، ای کودک، بگو که همین پدرت کیه؟ ببینید کودک نو تولد شدگی گپ نمیزنه، ولی یکی از کودک هایی که گپ زدگی است همی است. مثل که حضرت عیسی گپ زدگی هست، مثل که کودکی در قصه اصحاب اخدود هم گپ زده است. یکی از کودک هایی که گپ زدگی هست همی است. میگه که پدری من، کودک به زبان میآید گپ میزنه و میگه پدری من فلان چوپان، یک چوپان، یک گوسفند چران، گوسفند بان و با همین گپ تمام میشه. مردم با از جریج بخشش میپرسن، میگن اگر اجازه بدی حضرت شیخ بریم همو عبادتگاه تا از طلا بسازیم، از طلا. که جریج میگه مده لازم نیست، نه طلای شما نه نقره شما، اما چی خیلی کی بود هم خیلی بسازنش دیم. برو با هم که یک خونه کی ایلای ای گیل جور کرده، یک خسکپه بسازنده، ما عبادت خودم قد مشغول شوم. یعنی این حدیثی هست، حدیثی صحیح هست که بخاری و مسلم روایتش میکنه. این دلالتی بر این میکنه که اگر شب تا صبح هم نماز بخوانی، روز تا بگه دائم روزه بگیری، حافظ قرآن هم باشی، شیخ الحدیث هم باشی، دائم صدقه بکنی، دست خیر دائم باز باشه، یعنی همه کاری خیر انجام بدی، ولی مادر از تو راضی نباشه، فایده نداره، فایده نداره. برای همین از این حدیث این چیزا گرفته میشه، این چیزا گرفته میشه. پس برادران عزیز، هیچ وقت در خدمتی پدر و مادر تنبلی نکنید، چی در زندگیشان چی از دنیا رفته باشن، از دنیا رفته باشن در حقشان دعا بکنید، صدقه جاریه بکنید، کمک بکنید، بیچاره را خدمت بکنید، کاری خیر انجام بدید تا اینکه به روح اونها برسه. یک راه اساس کنید، قرآن بخرین، بعضی انسان‌هایی که احتیاج به قرآن دارن به اونها بدین. مثلا امروز طالب علمای هستن که احتیاج به کتاب دارن ولی امکانات ندارن، برین از پول روی کنین به همو کتاب بخرن، تا وقتی که همو کتاب در خدمت همو طالب علم است اجر و ثوابش برای شما میرسه. من چند روز پیشتر چند تا طالب علم نوشتن، گفتن ما خوردنی داریم، جای خواب داریم ولی پول نداریم که کتاب بخریم. نیست یگان نفر برادری که ما را کمک بکنه چند دونه کتاب بخریم تا اینکه درسامون پیش بره. یا اینکه هستن نفرایی که استادایی که امروز خدمت میکنن، کارشون خدمت است، اونا را دستگیری بکنیم تا اینکه اونا خدمت از زیادتر بکنن، دستگیری کنیم تا اینکه اونا خدمت بکنن، قرآن درس میتن، فقه درس میتن، حدیث درس میتن. اگر اونا برن کار کنن این علم دیگه کی پیش میبره؟ با هر راه و واسطه باید ما دستگیری کنیم تا اینکه علم پیش بره، تا اینکه علم پیش بره. یعنی این چیزایی هست که اهمیت باید بدیم. یعنی دعای مادر در حق من و شما قبول میشه، اگر دعای خوبم کرد یا بدم کرد قبول میشه.